علم پزشکی درد را یک تجربه حسی یا احساسی ناخوشایند تعریف می کند که با آسیب بافتی واقعی یا بالقوه همراه است. درد در حقیقت نعمتی است به شکل زنگ هشدار و آلارمی برای فرد که نشان دهنده اختلال عملکرد در قسمتی از بدن است. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب تسکینی در برگیرنده همه اقدامات فعال و کامل برای کاستن از رنج و درد و بهبود کیفیت زندگی در بیمار است. در حالت عمده این روش مختص به بیماران مبتلا به یک بیماری خاص است که به درمان پاسخ نمی‌دهند و تنها آرام نمودن بیمار و کم کردن نشانه‌های بیماری در وی را در بر می‌گیرد. این روش درمانی نه تنها به مراقبت‌های پزشکی ساده به جای اتاق‌های CCU نیاز دارد، بلکه می‌تواند یک مسیر آرامش و صلح‌آمیز در طول زندگی بیمار و خانواده بیمار را فراهم کند. 10 dana ağrın olsaydı indi neçə dana qalır? Hamısı qalır. Qalmıyor. Şu an şayet. Şayet. Yəni %90 fərq edir. Başın ağrıyırdı, oturanda baş ağrı tuturdu. Hə? Bəli. 100-dən neçə fərq elədi? Dəqiqən elə özündən həmin ağrı yoxdur əslən. Belimin möhrəsi sınmışdı. Pişləri də yerindən çıxmışdı. İndi sınan möhrənin ağrısı qalır ya yox? Yox. Bir qışlarında deysən biraz ağrı vardı. 100-ə neçə fərq eləyibdi? 180 فرق eləyib. با توجه به همه این موارد، با نظر اتفاق کارشناسان بین المللی، روش مراقبت تسکینی بهترین پاسخ انسانی به بیماری‌های بدون درمان و سخت مانند برخی سرطان‌ها و نیز پاسخی به طرفداران اوتانازی و یا کشتن از سر ترحم است. چه افرادی از طب تسکینی سود میبرند؟ هر بیمار مبتلا به بیماری صعب العلاج که درمان قطعی ندارد یا به سختی درمان می شود. بیماری قلبی و کلیوی پیشرفته، بیماری ریوی پیشرفته در مراحل آخر، بیماری ایدز در مراحل پیشرفته، بیماری پیشرفته مغزی مانند اغمای عمیق و زندگی نباتی، سرطان‌های پیشرفته به ویژه در مراحل پایان عمر، بیماری دیابت پیشرفته طولانی مدت و ناتوان کننده، مبتلایان به بیماری‌های MS، ضایعه نخاعی، ضربات مغزی و آلزایمر و بیماری‌های روانی. خدمات طب تسکین درد